الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. متاسفانه امروزها جوانان این امت پیرو و دوستدار شخصیت های هستند. به اصطلاح حاضره یعنی مخلص و فناتیک شخصیت های هستند که آنها را الگو و نمونه زندگی خود قرار داده اند و در همه کار از آنها پیروی می کنند. بعضی آنها مخلصی رپسرای هستند، بعضی دیگر مخلصی سراینده و یا فوتبالیست و یا کسی دیگری هستند که از آنها طرفداری می کنند و در گفتار و کردار و حتی در طرز لباس پوشی و غیره به آنها پیروی می کنند. می بینیم که حتی در صحیفه های خود در اینترنت رسم و نوارهای آنها رو می گذارند و کلاس یا لایک مانده آن را پهن می کنند. از همه بدترش آن که در تحت رسم و نوارهای آنها همیشه دشنام و حقارتهای فحش همین مخلصان به نظر می رسد که برای یک فرد مسلمان چنین دشنام و حقارتهای فحش یک کاری خیلی زشت و ناپسند است. از آن جمله مخلصان و هواداران رپ که روزهای آخر در بین آنها جنگ اینترنتی رفته ایستاده است. از پس اینترنت و یا در کامنتری ها چنان جنگ و نزاعی می کنند که یکدیگر را تحقیر و اهانت و دشنام و حقارت های فحش می کنند، بیخبر از آن که مسلمانند و روزی در پیشگاه خداوند از این کردار ناپسندشان پرسیده می شوند. پیام و مراجعت من برای همین گونه مخلصان است که ریب سرایان را دستگیری کرده خیال می کنند که کاری خیلی خوبی انجام می دهند، ولی بیخبر از آنند که آنها را در کار گناه یاری می دهند و خودشان هم کار گناه انجام می دهند. حالا آن که الله متعال در آیه دوم سوره مائده می فرماید استعیذ بالله و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. صدق الله العظیم. یعنی یکدیگر را یاری کنید بر نیکی و پرهیزگاری، یعنی یکدیگر را به کارهای نیک و کارهای ثواب یاری دهید و یاری نکنید بر گناه و تجاوز و از خدا بترسید زیرا عذاب خداوند سخت است. در این آیت الله متعال شما را به آن امر می کند که یکدیگر را به کارهای گناه یاری ندهید، ولی شما به کار گناه یکدیگر را یاری می دهید. موسیقی و بزم و محفل هایی که شما برپا می کنید و آن را نواربرداری کرده پهن می کنید به شک و شبهه کار گناه و سببگار غضب پروردگار می شود. این را من نمی گویم بلکه خدا و آفریدگار شما می گوید. پس آیا شما از غضب پروردگار نمی ترسید که دیر یا زود عذابش را به صورت زلزله و آبخیزی یا پهن شدن هر گونه بیماری ها و یا دیگر مصیبت های خانه خراب کن بر سر شما نازل کند؟ شما که مسلمانید پس چرا روز حساب و جزا را فراموش کردید که در آن از هر یک کاری کرده اتان جواب خواهید داد؟ اگر سخن مرا نمیپذیرید پس از یک عالم دین که به او اعتماد و باوری دارید بپرسید و حقیقت این کار ناروای خود را بفهمید. اگر دستگیری شما نمی بود این ریب سرایان و سرایندگان به این گناه اینقدر فرو نمی رفتند و صدها جوان دیگر را به گمراهی نمی بردند. پس شما در کار گناه آنها را یاری داده اید و شما نیز در گناه آن شریک هستید. قسم به خدا که اکثر شما را وقتی از شخصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیده شود که چه طعام را دوست می داشت یا چه لباس را دوست می داشت یا چند فرزند داشت و یا چگونه با همسران خود رفتار می کرد، هیچ یک شما جواب کافی داده نمی توانید. ولی اگر از ریب سرایان یا سرایندگان پرسیده شوید تمام ترجمه حال آنها را یک به یک گفته می دهید
و آنها را برای خود نمونه زندگی قرار داده اید. حالا آنکه الله متعال بهترین نمونه زندگی را در طرز زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار داده است. برادران و خواهران عزیز، خوب گوش اندازید که خداوند در آیه 21 سوره احزاب چی می‌فرماید؟ استعیذ بالله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظیم. یعنی یقیناً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق و نمونه نیکویی است برای آنان که به خدا و روز آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. برادر و خواهر عزیز، کدامین سرمشق و نمونه برای شما بهتر است؟ پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که او را خداوند برای ما سرمشق و نمونه قرار داده است، یا پیروی و طرفداری کردن از همین ریبسرایان و سرایندگان که معاونان شیطان هستند؟ پس اختیار با توست. برادر و خواهر جوان، چرا شما با یاران جوان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی نمی کنید؟ یک بار خود را سوال کنید که چرا آنها را خداوند در قرآن کریم تعریف کرده است؟ آنها چه عملی انجام دادند که با وجود آن که جوان بودند ولی خداوند از بالای 7 آسمان آنها را تعریف کرد؟ در روایات آمده است که بعضی آنها 13 ساله و 15 ساله بودند و از این هم کمتر. برادر و خواهر عزیز، پس آیا به کجا رفتن و به کی پیروی کردنت را میدانی؟ آیا میدانی که با این طرفداری و دستگیری کردنت از ریب سرایان و سرایندگان خدا و آفریدگار خود را به غضب میآری و در کار گناه آنها را یاری میدهی؟ فراموش نکن که از این همه کارهایت البته پرسیده میشوی. خداوند همه ما را هدایت فرماید و محبت و پیروی از بهترین معلم بشر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای همه ما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمند ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بی نمازی، جوان تا کی شراب و لحم و بازی، گمان کردی که با پول و زر و سیم